کاروان ماشین‌های انگشت به کلوب می‌آیند تا نرخ آن را پایین برند. تا آورده شدن انگشت نرخ آن در کلوب از 2 سوم بالاتر بود. حالا نرخ آن 80 درم ارزش دارد. از طرف وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با کارخانه واحدی دولتی انگشت تاجیک امروز به شهر کلوب 11 ماشین انگشت برای معتدل نگاه داشتن نرخ انگشت در دوره زمستان وارد گردید. انگشت وارد گردیده به شهر کلوب 300 تن را تشکیل می‌دهد. این انگشت نه از خارج کشور بلکه از کان‌های تاجیکستان آورده شده است. سوختن آن را هم به نمایش گذاشتند تا ساکنان باور کنند که انگشتی پس صفت نیست. مقامات میگوید اگر ضرورت باشد این ابتکار را تا فصل گرما ادامه خواهد داد. انگشتنگی که امروز ما آوردیم از 3 کان جمهوری کارخانه فعلی زیده و کارخانه شخت فونیغناب و جدیمه تلک و رسورس که اینها با استخراج انگشت امروز سر کار می‌گیرند. این باری اول است که در کلوب در یک نقطه معین فروش انگشت به راه مانده شده است. مقامات هم میگوید که آنها تلاش دارند ساکنان منطقه را با انگشت خودی تامین کنند. تا سال پیش انگشت قرغیزی تا 1 سوم ارزش داشت و ساکنان هم برای صفت خوب داشتن از آن خریداری میکردند. انگشت کان‌های تاجیکستان هم در بازارها از 40 تا 1 سوم ارزش داشت. ناحیه جبور رسولوف در ولایت سوخت مکان اساسی فروش انگشت به منطقه‌های گوناگون تاجیکستان به حساب می‌رفت. همه ساله به جبور رسولوف در فصل سرما از قرغیزستان صدها تن انگشت وارد می‌شد و از آنجا به ناحیه‌ها می‌رفت. ولی بعد یک مناقشه خونین در بهار امسال در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیشکک سرحد خود را برای شهروندان تاجیکستان بست. نرخ انگشت هم بالا رفت. اما مقامات تلاش دارد با فرستاندن ماشین‌های انگشت محلی به منطقه‌ها نرخ آن را معتدل نگه دارد.